درود همدیارانی عالی قدر. اصلاحات های پرثمر و سیاست خردمندانه و نیکبینانه پرزیدنت کشورمان برای باز هم وسعتیابی حیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امکانیت و شرایط های فراهم را به میدان آورد. صحیفه تاریخ با واقعه و حادثه های رخداد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، مستحکم گردیدن مناسبت های دوستی و دیپلماتی باز هم رنگین و پراسرار گشت. مردم ما با افتخار و فرهمندی با رایپرسی عموم خلقی 30 اپریل سال جاری برگزار گشته شده فعالانه اشتراک نموده با نتیجه های نشاندادی 92% آوازدهی کنستیتوسی جمهوری ازبکستان را با تحریر نو قبول نمودند. و همین کنستیتوسی نو قبول کرده یک نظر اندازیم در آن حقوق‌های انسان از دوره تولید تا دوره به کمال رسی تا دوره کهنسالی که در آنجا همه شرایط ها را مهیا کردند و در اساس همین شرایط ها برای زندگی کردن مردم باز هم برزیاد کردن همون کمک هایی که از طرف دولت داده می شود در اساس کنستیتوسی مستحکم کرده آمده شده است. اگر کنستیتوسی را هم تو گرفته بعد از یک ورق زنیم آنجا در مقدمش هم تو نظر می اندازیم که گفته شده است در کنستیتوسی ازبکستان که ازبکستان برای تمام مردم شرایط های فراهم را مهیا می کند، احیا می کند. من همین جمله اول، نرمه اول، فکر اول این معنای آن را می دهد که در جمعیت امروزه در خصوصا ازبکستان نو علل خصوص در دوره احیای رنسانس سیوم هر یک انسان قدر کرده می شود از دوره تولد تا دوره کهنسالی. انا همین طور هر یک نرم هایی که هر یک ماده هایی که در کنستیتوت انعکاس یافته است البته آن هر یک انسان را از جهت حقوق، از جهت قانون، از جهت زیست و زندگانی حمایه میکنند. کنستیتوسی با تحریر نو قبول نموده از 155 ماده، 434 نرمه، مقدمه و 27 باب ترکیب یافته است. 65% نرمه های کنستیتوسی موافق نظرداشت تکلیف و پیشنهادهای مردم تنظیم داده شده است که هر یک ماده و نرمه در علاهیده و در یک جایگی اهمیت و اساسهای حقوقی دارد. در ماده 46 نو تحریر شده کنستیتوسی ازبکستان درباره پنسیا، نفقه و اجتماعی حمایه فکر رفته شده است. از این جانب در باره پنسیا من خودم ساهم پنسیا ساخنده کار کردگی بودنم با در همین ساخت آخرگی 6-7 سال شدگی ازگرش ها و دیگرگونه ها برای قبول کردن کنستیتوسی در این ساهم یکچند دیگرگونه ها شد. من در سر قانون ما نوشته شد که هر یک شهروندان ازبکستان که در ازبکستان استقامت میکنند از طرف دولت اجتماعی حمایه کرده می شود. اینچنین این حمایه کردن شهروندان در کنستیتوسی ازبکستان در اساس قانون ما انعکاس خودش رو یافته است. 6 سال 7 سال آخر فقط همین ساحه پنسیا اگر گفته میگذشتگی باشه یکچند دیگر گونه ها شده ایستاده است. این همش به منفعت نفقه خوران و پنسیونران خدمت میکند. امروز روز کنستیتوسی که تمام شهروندان ازبکستان این روز عیدی را جشن گرفته ایستاده‌اند. من هم تبریک میکنم و من از 1 دکبر سال جاری در ازبکستان پنسیا، نفقه و حمایه اجتماعی سوم میگرفتگیشون زیاد شد که همه شهروندان ازبکستان این کیفیت خوش میبخشد. من میخواهم سالهای دیگر این شهروندانی که پنسیا و نفقه میگیرند از طرف دولت دستگیری کرده میشد و میخواهم که همه شهروندان ازبکستان برای کارهای آبادی بنیادکاری دولت کمر خدمت ببندند. شهروندان ما اهمیت تغییر دادن کنستیتوسی را میفهمند،
زیرا در این سند تغییرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و دیگر که در سالهای آخر در کشور ما به عمل آمدند مستحکم کرده شدند. البته مطابق شدن کنستیتوسیا به سیمای نوی کشور، معیارهای مقرر شده قدم‌های من بعدی رشد دولت را سبک گردانده سرعت می‌بخشد. و ما در کنستیتوسیا نظر اندازیم، در آنجا همین گونه نرم ها رو می‌بینیم که انسان از دوری به دنیا آمدنش تا دوره زیستی آخرین با وی چیکار میکند؟ شرایط مهیا کرده میشد. این چگونه شرایط ها؟ من پیش از همه این مسئله تعلیمگیری، مسئله زندگانی، مسئله مناسبت های دوستانه و احترام به دولت از طرف دولت کمک هایی که شده ایستاده است، زیست و زندگانی رو باز هم خرسندانه دوام دادن و در تحت حمایه کنستیتوسیا بودن، در تحت همون حمایه حقوقی قانون و کودکس ها بودن، باز اشاره میکنند. من همینطور در دیار همان بیواسطه هر یک کمالات انسان از تعلیم و تربیه آغاز می‌یابد. در کنستیتوسیا ماده های جدا کرده شده است که خصوصا ماده های 50 53 البته به همین تربیه بخشیده شده است. در اینجا چی گفته میشد؟ ما میدونیم در سالهای آخر در جمعیت البته شکل و نمودهای تعلیم جاری کرده شد. در کنستیتوسیا به تعلیم اینکلوزیوی اعتباری علاهده و همچون نرم قبول کرده شد. ما میدونیم در جمعیت چند فرزندهای سالم داریم، بغیر از این فرزندهایی که از دوره تولد از مادر مثلا باز یک کمبودی با یک نقص و دردمندی به دنیا می آیند و با آنها البته تعلیم اینکلوزیوی در کار بود که آنها را در خانه تنها ماندن یا به تعلیم جلب نکردن و همین مسئله کم اعتبار داده شده. من مسئله تعلیم اینکلوزیوی یعنی به همون فرزندانی که همچون شخصان مجروح و معیب و از مادر با نقص و علت آمده بودند، من به آنها علاهده تعلیم تشکیل کردم و به آنها هنر آموزاندم و آنها را به جمعیت سالم، به قطار فرزندان، به قطار کهنسال و نورسانی که در این جامعه زندگی میکنند به همون قطار همانها همراه کردم بود. این یکی از نرمه های اساسی در کنستیتوسیا به شمار می رود. بغیر از این باز که هر یک انسان میخواهد که تعلیم گیرد، برابر تعلیم هنر آموزد. من همینطور این تعلیم پروفسیونالی میگیم در کنستیتوسیا نیز در ماده ها علاهده جدا کرده شد. یعنی ما به چی اعتبار داده ایستادیم؟ یعنی در آینده فرزندانمون هم صاحبی من همین که تعلیم و تربیه باشند، هم صاحبی هنر باشند. این علل خصوص همون گروهی که مجروحان معیبی که با نقصی که در دنیا آمده بودن من با جمعیت سالم برگردم. ازبکستان کشوری زمانوی با سرعت رشد یابنده است. جوانان ما میخواهند تحصیل گیرند، به خارج برای علمگیری میبرایند، با دنیای بیرون شناس میشوند، دانش اندوخته بهر آبادی کشور خدمت میکنند. در این کنستیتوسیا بسیار نویگری ها جنبه یافت و تحریر کردیم که در 65% این کنستیتوسیا تحریر یافت. اولا بار این اساسی برای خرسندی ما همین شد که ماده یکمی کنستیتوسیا ازبکستان دولت اجتماعی مستحکم گردید و میگویند که دولت اجتماعی این بر احتیاجمندها بسیار یاردم کردن، یا که از این بیاش ها و زن ها، ناگران ها و بسیار احتیاجمند انسان ها از طرف دولت بسیار یاردم دادن. این اجتماعی دولت است. با تاکید کردن در کار که در کنستیتوسیا حقوق های اجتماعی شهروندی از 3 برابر زیاد بسیار تاکید یافت. عائله های احتیاجمند های شهروندان، خاندان های امتیازناک جدا کردن از طرف دولت، یا اینکه شهروندان را با کارها تامین کردن. شهروندان ما حقوق های اجتماعی خود را البته بسیار هم میدانند و من تاکید دارم که از کنستیتوسیا از خود کنند با بسیارتر
با حقوق‌های اجتماعی خود شناس می‌شوند و این حقوق‌ها را در عمل تطبیق می‌کنند. من باوری دارم که اگر شهروندان کنستیتوسیا را از خود کنند و حقوق‌های خود را نستر دانند، البته مشکل‌های آنها آسان‌تر می‌شود و در حیات اینها بسیارتر حقوق‌های خود را طلب کردن حقوق‌های خود را از خدمتچی‌های دولت یا اینکه حقوق‌های خود را در حیات تطبیق کردن آنها البته این آسان‌تر میشه. البته که این هم خیلی حجت است که البته هر یک شهروند، هر یک فقرای دولت این کنسه را از خود داده است در کار. کنسه این پاسپورت دولت است. از همین فرصت استفاده برای هر یک شهروندان ازبکستان را در روز قبول کنسه تبریک و تهنیت دارم و برای آبادی مملکت حصه گذارم. ازبکستان نو به مرحله نو قدم می‌گذارد که این جمهوری را در منطقه باز هم گشاد، دموکراتی و پرقوت می‌گرداند. این توسط اصلاحات کنستیتوسیونی به دست آمده است که به تحکیم دموکراسی، شهروندی، برابر حقوقی، حفظ حقوق انسان و آزادی هر یک اعضای جامعه ازبکستان بدون هیچ گونه تبعیض بین یگان قشر جامعه صرف نظر از منسوبیت اتنیکی، دینی و سیاسی مساعدت می‌کند. من ازبکستان یکی از کشورهای سرملت است. در اینجا ملت‌های گوناگون اتفاقانه، برادرانه، هم مسلکانه زندگی دارند. من در کنستیتوسیا ذکر کرده شده است که البته وی فقرای ازبکستان است و قطعی نظر از ملت و ارق البته وی چه است برای وی حقوق‌های یگانه دارد، شرایط‌های دلخواه مهیا کرده میشه. بنابراین امروز همین خوشبختی ما است که در این ازبکستان همه با هم مسلکی زندگی میکنند. تعلیم به 7 زبان است در مکتب‌های میانه. یکی از سیاست‌های عمومی که دولت امروز پیشنهاد کرده است این زبان آموزی، مسئله زبان آموزی به شمار میرود. ما برای که ازبکستان نو را بنیاد کنیم، دولت اجتماعی، حقوقی، دموکراتی دنیوی را برای بنیاد کردنمان، البته جوان ها و شخصانی که در ازبکستان زندگی میکنند هیچ نباشد زباندان بودنشان در کار. من همینطور مقصد گذاشته شده است که هر یک خواننده مکتب که در مکتب میانه در دانشگاه و دانشکده ها تحصیل گرنده ها البته هیچ نباشند مثل زبان مادریشان 2-3 زبان خارجی را دانند. این چی اهمیت دارد؟ این اهمیت دارد یکم بایگری معنوی فرهنگی به شمار می رود، چون که با دیگر با خلقا با دیگر نماینده های ملت در هم صحبت شده می تواند، زود هم صحبت شده می تواند. بغیر از این گرد اطرافی که ما همون مسئله های گیوسیاسی شده است، واقعه هایی که شده است، از آنها برخوردار شده درست خلاصه ها برآورده می تواند. من همین ماهیت های چیز زیاد دارد. از این نقطه نظر هم مسئله های زبان آموزی، مسئله هایی که قطعی نظر از علق و ملت و دین و همه چیکار میکند برای ازبکستان یگانه شهروند، یگانه انسان ها به شمار می رود. من همینطور این اگر هر یک ماده های نرم های کنستیتوسیا را با ملاحظه با یک نکته سنجی اگر نظر افکنیم، در آنجا ما میبینیم که برای ما دولت بسیار کفالت ها داده است، بسیار برای شرایط ها مهیا کردن قانون و نرم ها را معین کرده داده است که همه این برای من همون پیشرفت جمعیت، این هم جمعیت سالم، دولتی پر عدالت، دولتی که انسان ها در آنجا قدر کرده می شود و همه چیز برای انسان نگرانده می شود. البته من همین خیلی نرم ها در کنستیتوسیا عکس خود را یافته است. کنستیتوسی نو با تمام علاوه های نوی که کامیابی های سالهای آخر به دست آورده شده را انعکاس می نماید، به نفع انسان و بشریت خدمت می کنند. امروز من تمام مردم را تبریک و تهنیت می گویم
بگذار من همین سال فراوان باشد، در حیات اجتماعی اقتصادی فرهنگی مردممان همیشه برد و باغ همراه باشد و کنستیتوسیامون برای ما همین خیلی خدمت کرده برای بنیاد دولت اجتماعی اقتصادی حقوقی دموکراتی همچون اساس شده خدمت کند و موقع ما در جامعه ما هم باز از این زیاد شود. خانه آباد و همیشه خوشنود باشید. حالا در کشورمان تمام مردم 31 سالگی جشن کنستیتوسیا را پیشواز می‌گیرند. جشن قاموسی بخت به یکایک شما خجسته باد. خدا حافظ. چنان که میروی چنان که میروی اسم نگاه کن جا من آرنجی گلم رخسار نارنجی من بیمار تویم وای من بیمار تویم دردم دوا کن جا من آرنجی گلم رخسار نارنجی جا من آرنجی رخسار نارنجی فیرار شهری تو شدم زی دست نارنجی آه یاری نارنجی رخسار نارنجی خراب سرها شدم ز دست نارنجی گرفتار تویم وای گرفتار تویم رنجیده این دل جا من نارنجی گلم رخسار نارنجی دلی رنجیده را وای دل رنجیده را از خود رضا کن جا من نارنجی گلم رخسار نارنجی جا من نارنجی رخسار نارنجی فیرار شهری تو شدم زی دست نارنجی آه یاری نارنجی رخسار نارنجی خراب سرها شدم زی دست نارنجی آه دلم پی دلته کجا منزلته دلم پی دلته کجا منزلته جمع نارنجی 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 خودت گفتی به وقتی گل میایی جا من نارنجی گلم رخسار نارنجی گلی عالم تمام شد که میایی جا من نارنجی گلم رخسار نارنجی جا من نارنجی رخسار نارنجی فیرار شهر تو شدم ز دست نارنجی آه یاری نارنجی رخسار نارنجی خراب سرها شدم ز دست نارنجی